آقا چیه؟ باز اومدیم به ویدیو کذایی دیگه. من نمیدونم چه گوهی بود ما خوردیم. قراره 24 ساعت گل فروشی نه چیز دست فروشی کنیم. گل بفروشیم. گل بگیریم. یه دقیقه جون مادر دست این همه این مهمون ویژن تو برنامه داریم پشت دوربینه. حالا بعدا قیافش نشون میدیم. اون از همه پاره تر همه مونه داره بفروش میده. بریم آقا بریم گلمون رو بگیریم. گل بگیرم بی از این بابا ویدیو بگیرم. یهو زد به سرمون گفتیم دست فروشی گل بگیریم کف خیابونه تهران بساط کنیم. فکر نمی‌کردم من بد بشه. دستش شل شده. خدمت شما تقدیم با عشق. سفیدش خوبه، آبیش هم خوبه، سولتیش هم خوبه. 5 تا سفید برداریم، 5 تا دو تا زرد برداریم. آقا تو کامنت ها بنویسید چیکار دوست دارید بکنیم که دیگه انجام ندید. ما باز خوشت اومده بس دیگه. ما داریم به فقط داریم میریم. بذارید برم من. حالا توجه گفتی موقع خرید باکس حرف اضافه تلفن اضافه چشم اضافه بیاد درست برو خونه. خفه شو بابا سیب تعداد ما داره الان 5 6 یارو میگه تعداد میخواد تو میگی تعداد میخوام ها 5 شدیم کلا میخواد. این خوبه اینو میگم بردار سیندرلا با بارش اومد. خب جمع از خنده دک میخوری اول صبح موز بخور برات خوبه. بذار پشت بسه بابا بیا. عریسیم رو گرفتیم داوودی رو گرفتیم حرکت ببخش درشو محکم بستم. خدا همه مریضان اسلام و شفا بده. خب دوستان بارمون رو گرفتیم بعضیش هم رو صندلیه چرا باشه خب دیگه میره واسه تزیین اینا بعد میره واسه بریم کف خیابون. موقع تزیینش حتما با همون باشید. نظراتتون رو کامنت کنیم. وحشتناک بود. من نمیگم اینجوری باشه. چقدر وحشتناک بود. خواب دارم. A few moments later. همه برای باباها بخونید. همه باباتون جلوتون وایساده. بابا به سمت بابا بریم. خب گفته سلام بر عزیزانم مهندس هلیکوپتر هستم حسام عباسی. من نمیدونستم هلیکوپترم یه مهندس خاصی داره. آقا ما شروع کردیم به تزیین
یا واسه شده موضوع که کلیپ یادم رفت بگیری تعظیم تعظیم آقا ما داریم گلا رو آماده میکنیم بریم واسه 24 ساعت تو خیابون گشتن بعد Three hours later. آقا آج محمد براش مشکلی پیش اومد متاسفانه رفتش و اینکه خیلی خوشحال شدیم رفتش بنده خیلی حالم خوب شد رفتش به این کار رو ببینیم ما کار رو پیش بردیم 50% کار پیش رفته آج محمد بای بای کن 50% کار دیگه مونده و اینکه آج محمد پیچید دیگه قشنگ پیچید اصلا کلید یه جوری بهونه کار آورد و کار دارم و آره بشناسید با کیم داریم رفاقت میکنیم 13 سال بنده در حال کارهای خفن هستم شما کدوم گولی رفتی معلوم نیست داری چی کار میکنی معلوم نیست چی کار میکنی پس خاله اما اتمام این کار میذارم حتما ما رو حمایت کنی نظر بدین آقا نظر بدین بذار من کاری که من درست کردم بهتون بگم من درست کردم این کار بعد این ستا رو من درست کردم به ترتیب اینو محمد درست کرد آره اینو محمد درست کرد آقای گشاد آره آج محمد همین سه تا دونه رو زد توف آره اینا که همه رو من زدم جز این دست آقا من یه ستایی آقای قربانپور تعداد گله که درست کرده اینا ایشون درست کرد اینا رو من درست کردم مواظب خودتون باشین تا من کارو درست کنم نظر بدین تا الان کی گل قشنگ‌تر درست کرده از سلیقه کی بیشتر خوشتون اومده و چی گلا رو بار زدیم و عرضم به خدمت این که دیگه راه افتادیم یه مقداریش این پشته یه مقداریش هم یعنی کلش تو صندوقه و یه مقدارش هم تو ماشینه اون یکی محمده دیگه گفتیم بریم الان راه افتادیم بریم سمت بساط کردن و شما هم خوب پیچیدی مبارکه خسته نباشی دلاور آره آقا ما داریم میریم ببینیم چی میشه دیگه آقا بازار باشه آقا قربونه آقا آج محمد که نیستش اومدیم بساط کردیم جاتون خالی خدا به همه دست فروشا و کسایی که کاسبی گل میکنن و همه کاسبا برکت بده گل فروشا بیشتر برکت بده زدیم دیگه همه مدل زدیم دیگه کارو بگی همه مدل داریم آقا محمد هم که هنوز درگیر کارشو نتونست پیاده کاسب باشه الله برکت به این بخش بعدی آقا میریم بخش بعدی اشاره دعا کنید جای خالی سخت خالیشه آره کل خالیشو برای تو فیلم میگیری آجا خسته نباشی آقا ما همچنان پای کاریم محمد قربانپور هنوز نیومده پای کاریم پشت سقفمون سواک نظر بدین تو کامنت ها واسه ما بذارین اسمتون میخونم تو کامنت ها بذارین طرفدار چه گلی هستین چه گلی دوست دارین ساتیوا ایندیکا همه رو آره از گل عروس بگیر روز بگیر نرگس بگین طرفدار چه گلی هست منتظر کامنت های قشنگتون هستیم ای آج محمد خوب ما رو ول کردی رفتی ها خوب حال کردی اصلا معلوم نیست کدوم گوری هستی والا دو تخت که از خوابیده زمین میزنیم بله دارم استراحت میکنم والا انگار ما اینجا کشکیم گل بخر گل ببر گل بخر گل ببر یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل خر گل ببر آقا این ویدیو هم تموم شد
بالاخره با هر بدبختی و مشقتی که بود نابود کردیم خودمونو، بالاخره اینم انجام دادیم. میریم واسه ویدیوی بعد قوی پرقدرت. حالا این ویدیو من خیلی کم بودم ولی اشکال نداره، مصطفی جور ما رو کشید. انشالله که میتره کنیم. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعد آقا این کلیپ هم تموم شد بالاخره. داستان زنده فقط هم یه دسته گل موند بود ببرم خونه دیگه. کار تموم شد و ما الان کف تجریش اینجا رو عوض کردیم. من اینکه امیدوارم از این کلیپ لذت کافی رو برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، ما با اینا شما نیاز داریم. اگه من حرفی سخنی عزیزی این آقا من مهمون ویژه برنامه این دفعهمون بود. یه کامنت براش بذارین که چجوری بود، چقدر خوشگله. یه خسته پاره ترکیده. من لباس عوض کردم یه بار. خستگی پاره شدیم و اینکه منتظر حمایت قشنگتون هستیم. بوس به کله همتون. بوس خدافظ.